مرافع روزنامه‌نگار مقیم پنجکند خورشید فوزلوف روز 25 می در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند تحت ریاست رئیس دادگاه شهر پنجکند پشت درهای بسته شروع شد. خوشبخت فوزلوف برادر خورشید فوزلوف به رادیو آزادی گفت به مرافع تنها وکیل مدافع و دو شاهد را یافتند. به نزدیکان اجازه درآمدن ندادند. مادر و خواهرم در بیرون بازداشتگاه منتظر بررسی قضیه هستند. افزود. یکی از نزدیکان خورشید فوزلوف به از پلیس گفت آنها را رسما به مرافع تا دعوت نکردند، ولی وقتی پیش بنای بازداشتگاه رفتند نگذاشتند که در مرافع اشتراک کنند. تنها وکیل دفاع به مرافع درآمد، ما را نگذاشتند. سببش را هم شرح ندادند. پیشتر گفته بودند که مرافع کشاد میگذرد. حالا پشت درهای بازداشتگاه منتظر ششتیم، گفته است امصبت از پلیس. قبلا لفروز سمد و وکیل دفاع خورشید فوزلوف با ارسال درخواست رسمی از دادرس خواسته بود که مرافع نه در داخل بازداشتگاه موقتی شهر خوجند بلکه در بنای دادگاه شهر پنجکند به طور آزادانه برگزار شود و نزدیکان و پیوندانش در رفت آن شرکت کنند. این درخواست را دادرس رد کرده است. برخی ناظران منتقدند که مقامات در تاجیکستان معمولا در صورت ضعیف بودن دلیل‌هایشان به پرونده ها مور مخفی زده پشت درهای بسته بررسی میکنند. خورشید فوزلوف روز 6 مارس سال 2023 از جانب کارمندان شعبه کمیته امنیت ملی در شهر پنجکند دستگیر شد. ابتدا او با جرم گویا اطاعت نکردن به امر کارمندان امنیت به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد و سپس با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به ضدش پرونده جنایتی گشوده او را به بازداشتگاه خوجند فرستادند. ریاست امنیت ولایت سوخت تحقیق پرونده خورشید فوزلوف را روز 2 می به پایان رساند. به ضد خورشید فوزلوف بر اساس یک بند کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کودکس جنایتی همکاری با حزب و حرکت‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع عیب اعلام شده است و او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. در یک سال آخر خورشید فوزلوف علیه پنجمین ژورنالیست تاجیک است که با اتهام شبهه آوری همکاری با سازمان‌های ممنوع به پس پنجره کشیده می شود. در تابستان سال 2022 با این اتهام ژورنالیستان مستقل تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقیبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده دستگیر شدند. دلیر امامعلی به 10 سال، غربتی به 7 سال و 6 ماه و دوی دیگر به 7 سال زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق پرونده های ضد این 5 خبرنگار تاجیک و همچنین حکمای طولانی ژورنالیستان و بلاگرهای زاده بدخشان را 3 و انتقام برای فعالیت کسبی ژورنالیستی و بلاگریشان میدانند و آزادی آنها را طلب دارند. از جمله 5 سازمان بین المللی حامی حقوق روز 24 مارس در اظهارات مشترک خود این موردها را بخشی از سرکوب دیگراندیشی در تاجیکستان عنوان کرده از حکومت تاجیکستان طلب کردند که ژورنالیست و حامی حقوق خورشید فوزلوف را بلافاصله آزاد و تعقیب ژورنالیستیک مستقل را بس کنند. دوشنبه تا حال به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. تاجیکستان امسال در ردبندی جهانی آزادی مطبوعات از جمله به دلیل حبس ژورنالیستان و بلاگرها باز یک زینه پایان‌تر رفت و در بین 180 کشور در زینه 151 قرار گرفت.